سلام. امروز اومدم بهترین پرکا برای اسنایپ زدن بهتون معرفی کنم. اولین پرک اینه 5% سریعتر لیست میشید، فال دمج هم نمیخورید. این پرک هم کمکتون میکنه سریعتر ام بگیرید، ولی در حالت معمولی، در حالت لیزاژ هم کمکتون نمیکنه. این پرک بهتون کمک میکنه هر کاری که با دست میکنید و سریعتر انجام بدید، مثل خشابز کردن، ایم گرفتن، دیگه سویچ گان، اینا سریعتر میشن. بمبم خاموش کردن اینا. این پرک دیگه هم دارید. این پرک این خیلی بهتون کمک میکنه که وقتی انمی خط گرفته بالای سرش نشونه قرمز میاد زردی که شما زاگیش میکنه که شما راحت تر بتون بزنید. هر کی بهتون تیر بزنه این نشونه میاد بالای سرش رو نمیگیره. شانس چند دقیقه همین شکلی میمونه که شما راحت تر بتونید تشخیصش بدید کجاست. این از این ویدیو. خداحافظ.